او ملت ما بچه فیلم سعیدتان هستم، وطن فروش نیستم، سر فرهنگ شما کار کرده رایستم. اون قدر برای ملت دوست داره من میفهمم آخه. این دلاهای مردگه هم بیادر یک دفتر دوری داره. او ملت چرا پیش خدا شرمنده میسازین؟ چرا کار شیطان پیش میبرین؟ چرا خدمت به شیطان لعین کثیف میکنین؟ حسای کو خرام میفهمد ای شرایط که دلده شور است. ما بخی با سر پچه که تفهمیدیم، سر گپا آخر گپا کلشت مونا کردیم. مقصد به قوم از آرام چلنج است، به قوم تازه کام با ازبکان. کایما کس کار نگره که زنم یک لق قومش میلگانم. خدا کنه اگر چیزی گفته باشیم از شما بسیار معذرت میخواهیم. نجیب برود بازم ما در خدمتت هستیم. هرچی که هستی افغان هستی بازم ما در خدمتت هستیم. قاری در خدمتت هست، نونبایی هست، هوتل هست، پابریکه هست، بازم ما در خدمتت هستیم. تو چه کارا هستی؟ تو خودت بگو تو چه کارا هستی؟ ما من تو یک